بریم سراغ قسمت دوم آموزش. خب اینجا دوستان یه سری تنظیمات رو، یه نکته دیگه هم هست که به دوستان عزیزی که میخوان یوتیوبر بشن میخوام بگم. ببینید دوستان، یوتیوبر شدن هم آسان و هم سخت. هم خیلی راحته هم خیلی سخت. هم میتونید با یه زمان بندی خیلی درست راحت شروع کنید و میگم هم آسان هم سخت به چند دلیل. الان نمیخوام راجع به این موضوع توضیح بدم. برای آموزش استیل یوتیوبر شدن توی ویدیوی بعدی بهتون میگم که باید چیکار کنید. اون هم از نظر من که ساده است یا سخت نیست و راحت میتونید شما شروع کنید. اما برای تنظیمات ساده استریمتون میرید توی قسمت استودیو مود، ببخشید توی قسمت سیتینگ. دوستان عزیز، دو تا پارامتر هست: خروجی شما و ورودی شما. اون چیزی که داره وارد نرم افزار میشه و اون چیزی که داره خارج میشه، کیفیتی که داره وارد میشه. دوستان ببینید، از اینجا باید شروع کنیم: جنرال استریمینگ، اوتپوت، آدیو و ویدیو. من اینجا نکات مهم رو بهتون، شما الان نمیخواید، یک حرفه‌ای نیستید، اونی که میخواید شروع کنید حرفه‌ای نیستید و نیازی نیست من بیام توضیح بدم مثلا این پارامترها چیه. برای کسایی که مثلا نمیدونن کیپ ریکوردینگ و استریم استوب مثلا چیه، مهم نیست، چیزای ساده. ببینید اینجا همون قسمتی بود که شما وصل می‌شدید به کانالتون. اگه من دیسکانکت بزنم قطع میشه استریمم، از یعنی کانال یوتیوبم از OBS قطع میشه و وقتی بزنم کانکت اینجا میره که توی چنل های شما پیدا بکنه اون اکانتی که میتونه به استریم شما وصل بشه. و شما مثلا من 2 تا کانال دارم، هر کدوم که خواستید استریم کنید میزنید. مثلا من کانال گیمینگ دارم، یه کانال عمومی دارم بشه مطالب طنز و خنده و سرگرمیه. میرم توی کانال گیمینگم و اینجا خیلی بسته به سرعت اینترنت شما هست که زود لانچ بشید و زود وصل بشید. یا دید میگه OBS استودیو وند اکسس یور گوگل اکانت، میگه که الان OBS به اکانت شما دسترسی داره، اجازه دسترسی میدین و اتنتیکیشن کامپلیت. دوستان اتنتیکیشن یعنی همون احراز هویت، شناسایی. میگه که احراز هویت شما با موفقیت انجام شد، الان شما میتونید صفحه رو ببندید و خب میریم توی قسمت OBS. خب اینجا که هیچی، حالا جنرال هم بعداً توضیح میدیم. حالا مثلا تمتون میتونه معمولی باشه و فلان، حالا با اینا کاری نداریم. میریم قسمت اوتپوت. مثلا الان چون من دارم استریم میکنم این گزینه‌ها برای من غیر فعاله، اما شما اینجا 2 تا گزینه دارید، یه سیمپل یا ادوانس. سیمپل رو انتخاب میکنید. بیت ریت رو شما باید اون بیت ریتی که بسته به سرعت اینترنتتون هست رو باید شما حداقل داشته باشید. کمتر از 3000 تا یا 2000 تا اگه بذارید تصویرتون حساب حالت لگ داره. و چطوری میتونیم اینو انتخاب کنیم بیت ریتمون رو؟ خب خیلی ساده است دوستان. میریم چیکار میکنیم؟ من اینجا OBS صفحه رو اینجا من میبندم. خب میریم به نرم افزار تست اسپید. دوستان شما باید بر اساس سرعت اینترنتتون بیت ریت بذارید. اگه اینترنتتون پایین باشه و بیت ریت بالا بذارید لگ میگیرید. اگر سرعت اینترنتتون بالا باشه و بیت ریت پایین بذارین بازم لگ میگیرید. و شما بسته بر اساس سرعت اینترنت. این الان پینگ من 27. با نرم افزار اسپید تست از اینترنت دانلودش کنید و تست بگیرین. استریمرها، اون کسایی که میخوان این کارا رو انجام بدن، میخوایم بیت ریتمون رو به دست بیاریم. حالا بعضی نرم افزارها خودشون بیت ریت مناسب رو به شما ساجست میکنن، پیشنهاد میدن. خب دانلودمون روی 11. بچه شما برای استریم کردن تنها پارامتر مهمتون آپلودتونه. حالا دانلود نه که مهم نباشه ولی اونقدر پارامتر اصلی نیست. پارامتر اصلی شما آپلودتونه. خب آپلود من شد 8. دوستان هر چیزی که توی، حالا میگیم حدودا 9 8 9، هر چیزی که توی آپلود به دست اومد تقسیم بر 3 میکنید. خب حالا چراییشو ایناشو ول کنید. فعلا شما یک مقدماتی هستید، یه سطح مثلا ابتدایی هستید. اینی که الان من بیام توضیح بدم آپلودتون چجوری به دست میارید، این حالت مدیوم و پروفشنال. وقتی که شما یه استریمر پروفشنال حرفه‌ای شدید اینا رو حالا میفهمید، یا حالا تو ویدیوی من اگه دنبال کنید بهتون توضیح میدم. الان کار نداشته باشید که چرا. فرض کنید عدد ما 8 و 9، حالا میگیم 9 رو تقسیم بر 3 میکنید میشه 3000 بیت ریت. پس اینجا میام
چیکار میکنم؟ توی سیتینگ آوتپوت اینجا میذارم چی؟ 3000 بیت ریت. 1 2 3. دوستان اگر 12 بود اون عدد میذاریم چند؟ 12 تقسیم بر 3 میشه 4000 بیت ریت. گفتم فعلا کار نداشته باشید که چرا تقسیم میکنیم. خب ما میذاریم مثلا 3000 بیت ریت. دوستان کمتر از 2000 بیت ریت نمیتونید بذارید چون دیگه ویدیوتون لگ داره. این کدر شما اینجا میخواد اون بار استریم کردنتون، فشاری که به سیستمتون میاره رو از گرافیک بگیره یا از سی پی یو. خب اونایی که سیستم قوی دارین، سی پی یو کورای 5 کورای 7 از کلاس 10 به بالا، یعنی سی پی یو 10700 11700 10900 یا توی نسل دهم و معمولا از 7 به بالا، حالا اگه 5 هم باشه شاید جواب بده. ولی اگه سی پی یو تون ضعیفه بذارید روی گرافیک. اینجا دو گزینه هست، یکی هاردوارد ان سی وی دی و گزینه دوم انویدیا جی فورس یا اسم شرکت، چون الان گزینه برای من دیسیبله چون من در حال رکورد هستم و الان دیگه نمیتونم بار گرافیک ما رو سی پی یو بذارم روی چیز دیگه. اینجا بیت ریتتون انتخاب میکنید، سی پی یو یا گرافیکتون انتخاب میکنید برای اینکه بار گرافیکی شما، بار این سیستم روی چه سیستمی بره، روی گرافیک بره یا روی سی پی یو انتخاب میکنید. آودیو بیت ریت صدای شما هست روی همون 160 باشه. انیبل ادوانس انکودر ستینگ اینا رو هم نمیخواین. ریکورد پد دوستان میخواید ویدیو شما کجا ضبط بشه؟ معمولا به صورت پیش‌فرض روی سی و روی داکیومنت و روی ویدیو هست، ولی وقتی ویدیو شما زیاد بشه داره سیتون پر میشه، اونو دایرکتوریشو کجا میخواید تو چه پوشه‌ای ضبط بشه. و گزینه‌های بعدی MKV هست، MP بچا بقیه اینا مهم نیست به غیر از رکوردینگ فرمت. دوستان فرمتتون رو بذارید روی MKV یا روی M4. حالا اینا باز مطالب چیزی هست که من بهتون میگم، مطالب بسیار مهمی هست. اگه روی MKV بذارید کیفیتتون بهتره اما حجم ویدیوتون زیاده. اگه روی MP4 بذارید حجم ویدیوتون کمه، کیفیتش هم کمه. اگه روی MKV بذارید حجم ویدیوتون زیاده، کیفیتش هم زیاده، پس برای آپلود کردن به مشکل میخورید. یعنی روی MKV اگه 10 دقیقه فیلم شما ضبط کنید شاید بشه مثلا 200 مگ، ولی روی MP4 میشه حدود 1 گیگ. ببخشید اشتباه گفتم، MKV کیفیتش بالاه، MP4 کیفیتش کمه. وقتی کیفیتش کم باشه خب حجمش هم کمه. اگه مشکل اینترنت ندارید و ویدیوتون آپلود میشه روی اونا رو حالا خودتون برید مطالعه کنید. حالا روی MKV یا M4 بذارید. حالا بگذاریم انکودر شما 264 همون سی پی یو و میریم آودیو رو دست نمیزنید، فقط این اولی رو دیفالت میذارید. اگه میخواین کیفیت صداتون بیشتر بشه این رو روی 60 هرتز بذارید. و دوستان اینجا مطلب مهم بیس ریزولوشن، یعنی در واقع اون ریزولوشنی که سیستم شما داره، خود سیستم خودتون داره، و ریزولوشن آوتپوت شما. این روی هر چیزی که گذاشتین پایینی رو باید رو کمتر بذارید، نمیتونید بالاتر بذارید. نمیشه ویدیو شما مثلا 1080 باشه بعد خروجیشو بذارید 1440 بذارید مثلا. نمیتونید از مانیتوری که مثلا با کیفیت پایین داره ضبط میکنه برای نرم افزارتون کیفیت اصلا خود به خود دیسیبل میشه. هر چیزی که گذاشتین پایینیشو میتونید یه مقدار کمتر بذارید. خب دوستان فکر میکنم که دیگه مطالب مهمی رو اینجا گفتیم. مطالب خیلی حرفه‌ای تر و پروفشنال تر بچه‌ها بمونه برای ویدیو بعد. فقط شما توی سیتینگ با این تنظیمات کار دارید. اینجا دارید شما از سرور اون در واقع مثلا میخواید توی تویچ بذارید تویچ، میخواید یوتیوب روی یوتیوب، روی فیسبوک، روی آپارات مثلا اگه میخواید روی آپارات بذارید باید بزنید شو آل و آپارات رو انتخاب کنید که همه این دیگه استریم کی رو توی آپارات اینجا وارد میکنه. اما من بیشتر چون دارم روی یوتیوب کار میکنم حالا اینجا دوباره باید برگردم مثلا یوتیوب رو پیدا بکنم روی یوتیوب RTMS مثلا. خب این هم دیگه حالا پرایمری و فلان ایناش هم باشه برای بعد، یا یوتیوب پرایمری این لاتنسی ایناش هم باشه برای بعدم.
چون که این تنظیمات پیشرفته است. خب دوستان نمیخوام این ویدیو طولانی بشه، خیلی ساده شما الان یه استریمر شدید و میتونید که ویدیوتون رو ببینید. اگر میخواید ویدیو خودتون رو ببینید که داره چی کجا ضبط میشه، توی قسمت کانالتون یوتیوبتون رو باز میکنید، میرید اینجا به اضافه گو لایو. وقتی توی گو لایو برید، اگه استریم شما شروع شده باشه اینجا استریم شما رو نمایش میده. دوستان برای تنظیمات حرفه‌ای‌تر بیاید به ویدیو بعدی من.